من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیده نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کند در کار، افتخار نه. کسانی برای آباد کردن مسجد کوشش و غیرت خود استفاده میکنند که ایمانی بر خدا دارند، ایمانی به قرآن دارند، ایمانی با پیغمبرها دارند، ایمانی بر روز قیامت دارند. این گونه شخصان در دنیا گفت خداوند مسجدها را آباد میکنند. و اقام الصلاة و آت الزکات. خداوند میگوید باز اینها کسانی هستند که نماز میخوانند، اگر مالدار باشند از مالشان زکات میدهند. ولم یخش الا الله. این کسانی که آباد کننده مسجد هستند، خدا میگوید کسانی که ادا کننده نماز هستند، کسانی که ادا کننده زکات از مالشان هستند، ولم یخش الا الله، بجز از خدا از کسی نمی ترسند. در دوام خداوند چی گفت؟ فعسا. عسا اگرچنده که معنای رجا را می دهد، معنای امید می دهد، لیکن ابن کثیر در تفسیر خود می گوید که هر یک عصایی که در قرآن آمد فهی واجبتون، این معنای وجوب می دهد. می گوید یعنی کسانی که آباد کننده مسجد هستند، اینها را خداوند میگوید که البته به البته کسانی هستند که هدایت یافتگی هستند. خوش به حال همون کسانی که آباد کننده مسجد هستند و در پی آبادی مسجد هستند، کمر همت میبندند، دولت و ثروت خود اگرچه در جان خود، در فرزندهای خود یا در حق فقرا و مساکین هم که اگر استفاده کند، باز یک قسمت او را برای آباد کردن چی مسجد محله چی مسجد بیرون از محله استفاده میکند. خوش به حال این گونه بندگان ثروتمندی که دولت خود برای آباد کردن مسجد استفاده میکند. زیرا پیغمبر خدا که حدیث متفق علیه است میگوید اذا رأیتم رجلا یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. شما میبینید یک مرد را که برای آباد کردن مسجد یک حصه دولت خود جدا میکند، یعنی مادامی که ما نزد همون ثروتمند میریم و شکایت از مسجد میکنیم، کمبودی های مسجد در پیش او بیان میکنیم، اون دولتمند، اون ثروتمند چیکار میکند؟ یک حصه دولت خود جدا میکند، میگوید اینو برده برای مسجد صرف کنید. پیغمبر خدا گفت وقتی این گونه دولتمند دیدین فاشهدوا له بالایمان، همه شما گواه باشید که وی ایماندار است.
وای آدم ایماندار بود که پول جدا کرده گفت رفته برای مسجدتان استفاده کنین، برای آباد کردن مسجدتان خراجات کنین. من بنا مسجدا یذکر فیه اسم الله بنى الله له بیتا فی الجنه. پیغمبر خدا که این حدیث ابو داود روایت میکند میگوید کسانی که اگر در دنیا مسجد را بنا میکنند لکن فقط و فقط از برای خدا بنا میکنند، برای ریا نی، برای که نام او در روی دنیا مشهور شود نی، بلکه برای آن بنا میکنند، برای آن سهم گذاری میکنند که ذخیره آخرت شود، ذخیره قبر شود. اگر برای این مسجد بنا کنند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند خداوند در عوض این مسجد بنا کردهش در جنت برای او خانه بنا میکنه. اگر باور کنین در دنیا ما و شما اگر از یک لای یا از یک گیشت خام اگر یک مسجد را بنا کنیم یا حصه گذاری کنیم و همان مسجد بی آرایش که اگرچه آرایش مسجد، زیباگی مسجد این قومش است، اگر یک مسجد بی آرایش هم که تیار شود، خدا میگوید در جنت چنان خانه برای تو نصیب میگردانم که ولا چی است پیغمبر؟ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پیغمبر خدا میگوید وقتی که ای انسانی که تو اقلا $100 یا $1000 یا یک سامانی برای آباد کردن مسجد صرف میکنی، در او هیچ زقش پیدا نمیکنی، برای او بخیلی نمیکنی، اگر تو در یک ساتیخ مسجد ساخته باشی من اینا به 100 ضرب میکنم، در 100 ساتیخ برای تو خانه تیار میکنم. چخیل خانه تیار میکنم؟ خانه ای که چشم تو این گونه خانه را دیدگی نیست، گوشی تو این گونه خانه را شنیدگی نیست، حتی اگر تو تصورم کنی تصوری تو غلط است گفته است، او در تصورم جای نمیگیره. برای کیها؟ برای کسایی که نزد دربارش میرین. برادر امروز خدا تو را دولت داده است، سهولت داده است، کاری کن که مسجد ما را آباد کن، کاری کن که برای خود در آخرت یک ذخیره شود. وقتی اون برادر همت میکند، اون برادر ما و شما را خوش قبول میکند و مقصدهای ما و شما را حاصل میگرداند و در همین بشارتهای پیغمبر خدا داخل است. رسول اکرم میگوید ان للمسجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مرضوا عادوهم و ان کان فی حاجة اعانوهم. این حدیث پیغمبر خداست. گفته است مسجدها به خود میخها دارد. همین قومی که در مسجد نشسته است اینها میخهای مسجد هستند. و رسول اکرم گفت هر یک مسجد به خود ملائکه ها دارد، یعنی در همین داخل مسجد ما پر از ملائکه های خداوندی است که در پهلوی هر کدام شما این ملائکه ها نشستگی هستند. هر آدمی مسجد به خود ملائکه داشته است. این ملائکه ها چیکار میکنند؟ ان غابوا یفتقدونهم. اگر شما مبادا به یگان جا سفر کنید، سفر دوشنبه کردید، سفر رسیه کردید، یفتقدونهم، این ملائکه ها همراه شما را جستجو میکنند. اینا پیغمبر گفتند. و این مرضوا، اگر مبادایی که بیمار شدید، در بستر بیماری خوابیدید، اعادوهم، اینها شما را خبرگیری میآیند. این ملائکه ها در بالای سر شما می نشینند، شما را خبر میگیرند. و این کان فی حاجة اعانوهم، اگر شما در یگان حاجت دنیایی یا حاجت دینی برآید، پیغمبر خدا گفت این ملائکه هایی که در مسجد از آن شما هستند اینها شما را یاردم میکنند. صد افسوس که بنده اینا نمیبیند. همون حاجت مشکلاتی که دارد و وقتی که حاصل می شود و از برکات همون ملائکه مسجد است که شما را یاردم میکند. جلیس المسجد
علی ثلاث خصال، پیغمبر در دوام همین حدیث گفتند نشستن در مسجد، آمدن در مسجد از 3 فایده خالی نیست. 3 فایده ببینید اینا چیا هستند؟ یکم گفتن پیغمبر خدا کلمت محکمت. یکم شما در داخل مسجد وقتی که می روید سخن خدا را میشنوید، از این شما فایده میکنید. یعنی امر معروف و نهی از منکر را میشنوید، سخن پیغمبرتان را میشنوید. این یکم فایده ای که برای اهل مسجد است. دوم اخ مستفاد گفته است پیغمبر، با برادرهای دینی خود ملاقات میکنید و آن مشکلات های دینی و دنیوی که دارین اونا هم حاصل میشود. سیوم چی گفتن؟ اگر مبادایی که برادرت قطع روپرو نشدی، اگر مبادایی که در مسجد آن امر معروف و نهی منکر نباشد، سیومش البته شما مبتلا میشین. رحمت منتظرتون، پیغمبر خدا گفت با اینها گفت رحمت خدا البته میبارد. اگرچه امر معروف نیست، اگرچه با یگان برادر اسلامیت ملاقات هم که نکردی، لکن از سیمش البته تو برخوردار میشه. این رحمت خداست که به حق شما میرسد. در آخر یک حدیث که خیلی بشارت زیاد و بی نهایت خرسند آور برای امت اسلام است که از زبان پیغمبر خدا حضرت ابی امامه شنیدن و راوی این حدیث هم ابی امامه است. من به شما میرسانم و بعدا انشاءالله به سوال و جوابی که نزد من هست میپردازم. حضرت ابی امامه میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر خدا گفتند ثلاثه کلهم ضامن علی الله. 3 طایفه اگر به 3 عمل گفت از پیغمبر چنگ زنند، خداوند وعده داده ایستاده است که من کفیل که این عاش رزق و کفیه و این مات ادخله الجنه. اگر این بندگان، این 3 طایفه اگر در دنیا زندگی کنند، زندگی از رزق روزی اونها را فراوان میکنم و اگر وفات کردن البته وارد جنت چون میکنم. یعنی در دنیا و در آخرت من کفیل این 3 طایفه. اینا کیها باشند؟ اینا خیلی بندگان نیکبخت و با سعادت خداوند به حساب می روند. یکم بی نهایت آسان گفتم پیغمبر من دخل بیته فسلمه ضامن علی الله. کسی که از بندگان خدا دروازه خانه را کشاده میکند، وارد خانه می شود و چیکار میکند؟ اولین سخنی که از زبان او میبراید در خانه در میگشاید که زن و فرزندها در داخل خانه میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با این یک سلام خدا میگوید که من ضامن این بنده که در دنیا رزقش میرسانم و فردای قیامت وارد جنتش میگردانم. ببین چقدر کاری آسان. حضرت انس میگوید پیغمبر خدا مرا گفت یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم على اهلك يكون بركة عليك وعلى اهل بیتك. ای انس گفت ای فرزند من، از من بر تو یک نصیحت این است که وقتی خانت دکی داخل شدی چیکار کن؟ السلام علیکم و رحمت الله بگو به اهل خانواده. وقتی این سلام که تو دادی یکون برکتا علیک، پیغمبر گفتند برای تو برکت می شود در عمر تو و برای خانواده تو برکت می شود از این یک سلامی که تو در وارد خانه خود دادی، با زن و با فرزند خود سلام دادی. اگر دروازه را میکشایی میبینی زن و فرزندم که نباشد، ملائکه های رحمت در خانه ما و شما هستند. السلام علیکم و رحمت الله گفته وارد خانه میشویم. این حالت هم در عمر ما و هم در خاندان ما برکت میشود. حضرت ابو قتاده را پیغمبر خدا گفتند و اذا خرجتم، لیکن وقتی که از خانه بیرون شدی چیکار کن؟ فاودعوا اهله السلام،
شما با خانواده خود با سلام پناه به خدا کنید. یعنی روپرو که شدید السلام علیکم و رحمت الله، وقتی صحبتتون تمام شد، وقتی در خانه یک ساعت نیم ساعتی که خواب کردی یا خوراک خوردی، باز اراده بیرون که شدی چی بگو؟ السلام علیکم و رحمت الله گفته و بعد از خانه بیرون شو. امروز صد افسوس که این سلام آخر از بین امت پیغمبر خدا برداشته شده است. امروز حتی که در سلام دادن ما و شما تنبلی داریم. روپرو میشیم با یک برادر چخلی تمام، حالا که اول ابتدا باید از چی سر شود؟ السلام علیکم و رحمت الله. این سلام اول ما و شما میدهیم، بعدا احوال پرسی میکنیم. احوالت چگونه است؟ زندگیت چگونه است؟ وقتی که ما میپرسیم زندگی چگونه است، احوالت چخیل است، مردم ما چی جواب دارد؟ میشود. حالا که اینم از ما و شما نیست. پیغمبر خدا را که راوی این حدیث انس است میگوید کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد لله فهو اقطع. اگر کدام عمل، کدام گفتگوی شما اگر به الحمدلله اگر انجام یابد، اون کار شما چی است؟ ناقص است، اون کار شما ناتمام است. وقتی ما و شما را یک برادر سوال کرد احوالت چگونه است، از میشود چی گفتن در کار؟ الحمدلله. زندگی چگونه است؟ الحمدلله. فرزندها چگونه است؟ الحمدلله. این بهترین است. این برکت در خانه تو میشود. برکت در آن چیزی که اون برادر به تو سوال میکنه در همون پیدا میشه. این عمل در خاندانتان انجام دهید. یا در حالت خوردن، امروز این عملهایی هست که در حیات ما و شما رفته ایستاده است. طعام میخوریم، بعد خوردن طعام تا جایی که الحمدلله هزارها شکر به سوی درگاه تو که خدایا این رزق مرا مهیا کردی و این رزق مرا برای من رسانیدی. این سخن ماندگی ما و شما چی کلمه های ناجای استفاده میکنیم؟ به منزله چی؟ وقتی شکممون کسیر شد بسیار به مزه خوردیم یا بسیار طعامی با لذت یا بسیار سیر کردیم، حالا که در جای این باید ما و شما الحمدلله هزارها شکر به سوی تو ای ذات که این طعام رسانی من، رزق رسانی من تو هستی. این کلمه ها را باید که ما و شما استفاده کنیم. کسی که اگر این سخنها را استفاده میکند، پیغمبر چی گفتند؟ ضامن علی الله. خدا میگوید من ضامن که این بنده را در دنیا رزق روزیش فراوان میکنم، وقتی از دنیا گذشت وارد جنتش میگردانم. یکم عمل. دوم من خرج فی سبیل الله ضامن علی الله. دوم گفته است پیغمبر خدا کسی که برای حمایه قرآن، کسی که برای حمایه مردم مسلمان با ضد مسلمان، با دشمن مسلمان از خانه خود بیرون می شود، فرزند و عیال خانواده و پول و مال خود در یک جا می گذارد و برای حمایه مسلمان ها، دفاع قرآن به جنگ می رود، برای دشمن های اسلام نابود کردن خانه خود ترک می کرده است. خدا گفته است این را هم بعد هلاکش، بعد وفاتش من وارد جنت می گردانم. سیوم چی گفتند؟ من خرج الى المسجد ضامن علی الله. کسی که اگر از خانه نشستن پرهیز میکند، از خانه نماز تنها خواندن پرهیز میکند، میگوید این کار شیطان است. در خانه نشستن این کار آدم مسلمان نیست. مادامی که در محله من مسجد است یا کم دورتری که ما ثواب دورترم به شما رسانیدیم، کم دورترم مسجد است، از نزد این تلویزیونی که هیچ منفعتی ندارد اینا ترک میکند و به مسجد میرود. پیغمبر خدا گفتند در دنیا رزق روزی شما را خدا میرساند،
بعد وفات خداوند شما را وارد جنت میکند کسانی که در دنیا مسجدی هستند، کسانی که مسجد دوست می‌دارند. من الف المسجد الفه الله، کسی که اگر الفتی به مسجد میبندد، پیغمبر گفت که خدا به او الفت میبندد. کسی مسجد دوست می‌دارد، خدا باید دوست می‌دارد. حضرت مولوی میگوید اگر خواجه شود از بنده راضی، اگر وقتی تو مسجدی میشوی، وقتی که خدای تو از این عمل تو راضی میشود، اگر خواجه شود از بنده راضی، با او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو راضی شود، تو را چی این زمانت چی اون زمانت، چی این دنیا چی او دنیا برای تو چی است؟ یک است، یعنی همش نیکبختی دارد. وقتی تو خلاف خدای خود، خلاف پیغمبری خود، وقتی حیاتی خود سپری کردی، وای به حالت که خدا اگر از تو ناراضی باشد، تو نه در حیات نه در قیامت برخوردار نمیشوی. این از یک مسئله های که دایر به مسجد است. از همه شما خواهش میکنم، چه پدرهای عزیز چه برادرهای عزیز، در کدام معرکه‌ای که صحبت مسجد می رود، از بسیاری مسجد ننالین. نگوین مسجد زیاد شد، نگوین که ملا زیاد شد جمعیت خراب می شود. بعضی از همون جاهلا و نافهم و اسخانه می گویند. از مسجد زیاد تربیه بهتر می شود. از مسجد زیاد آرامی در جمعیت پیدا می شود. از مسجد زیاد برکت در خاندان ما و شما پیدا می شود. مسجد فایده های زیادی دارد. در هر محله که باشیم نگوییم که پدر و مادرمان تنها نماز خواندن می شود، بلکه راه مسجد انتخاب کنید. اگرچه در مسجد شما امر معروف هم که نباشد، حدیثی را برای شما تلاوت کردم، رحمت خدا در اون مسجد هست. شما انشاءالله از رحمت خدا برخوردار میشوید. کار کنین در مسجدتان کسی را حاضر کنین، اقلا در یک ماه یک عالم حاضر کنین تا که با شما صحبت کنه. انشاءالله باز در مسجد شما نور بالای نور میشود. جمعه پیشین یک برادر از دوشنبه آمده بودند، افسوس خوردن که در جمعه دایره کردن نتوانستند، لیکن از ما بسیار خواهش کردند که در یک محله زیست داریم، زندگی داریم که غیر مذهب ابو حنیفه در همان مسجد جایگیر هستند و ما را بسیار دقت می‌دهند و بسیار غم می‌دهند و میگویند که دست در زیر ناف ماندن این غلط است، این خطا است. حالان که دست چی زیر ناف باشد، چی بالای ناف باشد، چی بالای سینه باشد، اینا اگرچه همش سنت هستند، مقصد از این اختلاف ها پیدا شدن عاقبت خیلی ناخوب دارد. باز برای شما خبر میدهم، باور کنین همه علما، همه رویه ها باید که امروز اتفاقی را در بین خود از دست ندهند. پیرو مذهب ابو حنیفه شدن این معنای او را ندارد که ما و شما گمراه باشیم، بلکه این فخر است. امروز از عادی ترین عمل های ما و شما استفاده میکنند، عاقبت باز همین آرامی ما و شما، باز همین دروازه های کشاده مسجد، باز همین تعلیم ها، باز همین مدرسه ها، همه دروازه هاش پوشیده می شوند. من یک چند حدیث در باب دست در زیر ناف بستن که این دلیل حضرت امام ابو حنیفه است برای شما می خوانم. در فقه الاسلام و ادلته که عبارت از 12 جلد است، در باب کیفیت نماز که صاحب این کتاب زهیلی هست، خیلی آدم مشهور است. حضرت دلیل های ابو حنیفه را بیان کردند که
عن علقمه ابن وائل عن حجرین عن ابیه قال رأيت النبي يضع يمينه على الشمال في الصلاة تحت سرته. رواه ابن ابی شیبه و اسناده صحیح. آثار سنه. در کتاب آثار سنه این حدیث آمدگی هست که صاحب کتاب آثار سنه این حضرت نیموی هست، محمد ابن علی نیموی. این حضرت میگوید که حضرت علقمه ابن وائل ابن حجر از پدرش روایت میکند که دیدم پیغمبر خدا را که میگذاشت دست راستش را بر بالای دست چپش در نماز زیر نافش. عن حجاج ابن حسان قال سمعت ابي مجلزين او سألته قال قلت كيف اضع قال يضع باطن كف يميني على ظاهر كف شمالي ويجعلها اسفل من السرة. رواه ابو بکر ابن ابی شیبه و اسناده صحیح. خود مصنف همین کتاب نمازم این ابی شیبه هست که در کتاب صلات صحیفه 390 391 این حدیث حضرت روایت کردند. اینم در آثار سنه هست. و حضرت زهیلی باشد این دلیل گفتن که محمد ابن محبوب حدثنا حفص ابن غیاث عن عبد الرحمن اسحاق عن زیاد ابن زید عن ابی جحیفه ان علیا قال. حضرت علی چی گفته بود است؟ من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت سرته. سنن ابو داود. حضرت علی گفته بود است که دست راست در بالای دست چپ بگذارید و این در زیر نافتان گیریم. حضرت علی را سخنش است. اگرچند که این حدیث در کتاب خلاصه که حواشی او مجموعه الفتوا از صحیفه 53 حضرت نووی گفتن این ضعیف است این حدیث، لکن در صحیفه های دیگر این 54 و 55 که حواشی او فقط در باب همین دست ها در زیر ناف گذاشتن صحبت می رود. صاحب این فتوای خلاصه محدث است. حضرت میگوید گپ در این نیست. اینها یک مسئله های جزئی هستند. صحابه پیغمبر هر خیل دست ها را میگذاشتند. اینا مسئله های جزئی هستند که امروز بعضی از برادرای ما و شما در دایره همین بحث میکنند. حالا که برای ما و شما امروز از همه مهم این است که برادرها را عقیده اسلامی تعلیم دادن در کار. مردم از عقیده اسلامی مسلمان کامل شدن در کار. این دست در زیر ناف است، در بالای ناف است، اینا هیچ اهمیت ندارند. اگرچند که مذهب ابو حنیفه ما و شما در زیر ناف گفت است، در زیر ناف میگذاریم، در این خلاف نکنیم. کسی که خلاف دارد در خانه با زن و فرزندش دستش بالای سینه‌اش گذارد، بین مردم نگذارد، بین مردم اختلاف پیدا نکنه. و دیگر برادرش که حنفی است او را در کار نیست، او را تبلیغ نکن که این کارت غلط است، بیا در مذهب مادرها. اینا اختلاف پیدا می شود. خودت رفتن گیر، راهت صواب است غلط است، خودت و کسی کاردار نشو. السلام علیکم داملای عزیز. برادرهایی هستند که مالدار هستند لکن از مالشان صدقات نمیدهند. آیا در عبادتهای این برادرها ضرر پیدا نمی شود؟ پیغمبر خدا میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست. یعنی بین پیغمبر ما قسم به خدا میخورد. در خیلی حالت مهم ما و شما قسم به خدا میخوریم. پیغمبر میگوید قسم به خدا که ما نقص مال عبد بالصدقه، همین مال بنده خدا به دادن صدقه کم نمی شود.
اگر چقدر از مالش صدقه هم که در راه خدا دهد، مال او به سبب دادن صدقه کم نمی شود. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از بایهای صحابه های دوره پیغمبر خدا بود. بسیار بای بودند. وقتی صحابه های پیغمبر با عبدالرحمن ابن عوف رو پرو شدند، گفتند ای عبدالرحمن، تو بی نهایت دولت زیاد داری، ثروت زیاد داری، آیا نمی ترسی که شاید که فردا از بین این صحابه های پیغمبر تو جدا شوی؟ گفت سبب در چیست؟ سبب در چی است که من از شما جدا می شوم؟ صحابه های پیغمبر حدیثی را خواندند: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. چی گفتند؟ گفتند ای عبدالرحمن، فردای قیامت خداوند از 4 چیز بنده را سؤال میکند. یکم، از عمرش، عمر در کدام راه صرف کردی؟ دوم، از جوانیت، جوانی را در کدام راه صرف کردی؟ خوش به حال این جوانهایی که امروز در اطراف ما و شما جمع شدند. خوش به حال شما که اون جوانهایی که امروز در مجلس‌های پلید نشستگی هستند، در مکان‌های پلید برای خود اختیار کردند، شما همراه اونها نیستید. شما را شاعر نصیحت میکند: گر از صف ناپاکان آیی به صف پاکان، فتح 2 جهان این از غافل منشین ای جان. ای جان من میگوید، ای جوانهای عزیز میگوید، از صف ناپاکان آیی به صف پاکان. اگر تو این صف پاکان برای خودت انتخاب کردی، تو در هر 2 جهان سربلند شدی. خداوند روز قیامت از این عمر جوانی هم میپرسیده است. سوم از چی میپرسیده است؟ از علم، علمی که خدا بر تو داده بود، علمی که من بر تو داده بودم، این علم در کدام راه صرف کردی؟ چهارم از چی سوال میکند؟ بین صحابه گفتند ای عبدالرحمن نظر کن، گفتند چهارم سوال از 2 سوال عبارت است، فقط برای آدم مالدار است: از کجا مالت را پیدا کردی و در کجا وی صرف کردی؟ از این خداوند تو را میپرسد. حضرت عبدالرحمن که سرشار ایمان بود وجودش چی گفت؟ گفت مادامی که خدا از من از مالم پرسان کند از کجا آوردی و در کجا صرف کردی، آیا برای من مشکل است؟ شما نمیدانید که عبدالرحمن ابن عوف وقتی که سحر بیدار می شود 100 تنگه در راه خدا به فقیرها و به مسکینها صدقه می دهد. در عوضش تا بیگاه خداوند 1000 تنگه به او می دهد. چی جای تعجبش است؟ گفت 100 می دهم، 1000 از نزد خدا می گیرم. برای من گفت هیچ مشکلاتی ندارد. خدا در سوره بقره به ما و شما میگوید: مثل الذی ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. این سخن خداست در سوره بقره. خدا چی میگوید؟ کسانی که در راه خدا 1 سامانی یا زیاده از 1 سامانی خرج میکنن، نفقه میکنن، خداوند در عوض اینها 700 میدهد. مثال میارد خدا به منزله که 1 دانه که در زمین گرانده میشود و این دانه سبزیش پیدا میکند و 7 خوشه میدهد. فی کل سنبلة 100 حبه، هر خوشه 700 دانه دارد. اگر 7 با 100 ما ضرب کنیم 700 میشود. والله یضاعف لمن یشاء. خدا میگوید از 700 هم دیده با شما زیاد میدهم اگر شما از مالی داشتگیتان در راه خدا نفقه کنید. الساعی ارى الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. پیغمبر گفتند اگر کسی که به مسکین ها و به فقیرها خیر میکند، احسان میکند، مثل مجاهدی در راه خداست.
خوش به حال همون دولتدار، خوش به حال همون ثروتداری که از مال خودش برای مردم کم بضاعت، برای مردم نادار خیر احسان میکنه. خوش به حالشان. ما من عبد ما من یوم یصبح العبد فیه الا ملکان ینزلان. اینم حدیث پیغمبری خداست. هر روز وقتی که صبح میدمد میگوید پیغمبر دو ملائکه دعا میکرده است. چی میگفتند؟ اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط ممسکا تلفا. خدایا آدمی که دستی با خیر دارد، آدمی که دسترخوان کشاده دارد، آدمی که پول در کیسه و در خانه توپ نمیکند بلکه یک قسمش در راه خدا خیر احسان میکند، خدایا دولت این زیاده بگردان. دویومی وای چی میگوید؟ میگوید خدایا این بنده که ممسک است، این بنده که بخیل است، فقط برای راحتی خود استفاده میکند، خدایا به دولت این یک تلف نازل کن. خدایا دولت ای را چکار کن؟ دولت ای را نابود بگردان. خدا رحمت کند حضرت جلال الدین رومی را که در مثنوی معنویش بسیار خوب بیان میکند. میگوید گفت پیغمبر که دائم بحر پند، گفت پیغمبر که دائم بحر پند، دو فرشته خوش منادی میکند. عجیب گفت خداوند میگوید که دو ملائکه عجایب یک دعای میکنن، عجایب یک فریاد میزنن. چی میگویند؟ کای خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. خوش به حال همون دولتدار، خوش به حال همون برادر دولتداری که نماز میخواند، زکات میدهد، دستش در همه مسکین و فقیرها میرسد. خوش به حالش که این ملائک میگفت است خدایا همین آدم دولتدار سیر نگه بدار، خدایا دولتش پاینده نگه بدار، خدایا هر درمشان را عوض ده 100,000. یک درم اگر صرف کنند خدایا در عوض یک درم 100,000 بر این بنده نصیب کن. دولتی تو بیگران است کو خدایا، دولتی تو شکست ندارد کو، دولتی تو به دادن مال کم نمی شود کو. لیکن برای آدم ممسک، برای آدم او به دولتدارهایی که امروز بجز خانه کردن، بجز در بهترین ماشین ها سوار شدن، بجز زنا، بجز عرق نوشی، بجز رقاصه تشکیل کردن، این فرشته ها چی میگویند؟ این دولت تا از سرت سبیل میمانند. میگویند ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. ای خدایا، ای پروردگار، ما فرشته های قریب درگاه تو هستیم کو دعای فرشته در نزد تو قبول می شود. خدایا این بدبخت تو مال داده، این بدبخت زنا کرده ایستاده است. خدایا این فکر یگان فقیر هم ندارد، این فکر یگان مسجد هم ندارد، این فکر یگان طالب علم هم ندارد. تو مده الا زیان اندر زیان. خدایا دولتش شکن، خدایا سرگردانش کن، خدایا این ماشین های نوبنو از دستش بگیر، ایرا گداش بگردان، این زیب دولت ندارد. ایرا فرشته ها به سوی خدا میگفته. چقدر غیرت داشتند دورای پیغمبری خدا. روز پیغمبری خدا میگوید همراه اصحابم نشسته بودم، به ناگاه میگوید از خانه یک مالدار بیچاره، اونها 100 گوسفند نداشتند. بین این کوها پر از گوسفند و پر از بوز و پر از گاو نداشتند. 2 گوسفند داشت، 2 گوسفند. از یک گوسفند شیر میخورد، از یک گوسفند دیگه شد چکار کرد؟ ذبح کرد و گوشت او را چگونه که ما و شما خام تلاش میگیم. حضرت میگه در یک لطه بار کردن و نزد پیغمبری خدا آمدن. گفتم پیغمبری خدا، این گوسفندی که من ذبح کردم گوشت اینه
به فقیرها و به مسکینها تقسیم کن. اونا یکدیگر را دوست می داشتند، اونا مسلمان کامل بودند، غم یکدیگر را می خوردند. امروز یک برادر ما در تنقیسی غلطن ما میگیم خدا زد است ویا، نمیگیم که دستش بیاریم رفته گیریم یک جایه. امروز از کمبغلی بیچاره مردم دین بودایی را قبول کرده است، دین عیسوی را قبول کرده است، از سبب ناداری است. اگر تمام بدولت‌های ما، انشاءالله من تمام دولتدارها را سنگ نمیزنم، برادرهای در اطراف ما هستند که انشاءالله دولتشون در راه خدا صرف کرده ایستادند، لیکن بعضی از دولتدارها امروز سبب شدند که امت مسلمان، امت پیغمبر عیسوی می شود، به سبب آنه که وی پول در بندگان خدا تقسیم نمی کند. آوردند پیغمبر خدا میگوید در یک ظرف یک منزله کیلو گوشت را در دست ابو هریره داد و گفت این را گفت به خانه فلان تفلکان بر که پدر وی در جهاد شهید شدگی هست. حضرت ابو هریره در حال بالای ظرف میگد همان گوشت بار کردند. پیش از بار کردن این پیغمبر خدا اعلان کرد با همون اصحابی که در اطرافش نشسته است، گفت آیا کدام شما محتاج به سوی گوشت هستیم؟ اونا همه محتاج بودند، لکن گفتن پیغمبر خدا الحال ما همراه تو غذای بعد شام خوردیم، ما شکم هامان سیر است، دیگر احتیاج به این گوشت نداریم. فکر فردا را نمی کردند. امروز زمیندارهای ما و شما تانه گندم قطع میگیرند، باز تانه گندم در خانه پنهان میکنند، با از بازار رفته خرید کرده خوردن میگیرند. نامعلوم که او تانه گندم اترا در 40 متر میتن یا در 7 متر، او را فکر نمیکنیم. گرسنه هستیم. عشق را که تماما فراموش کردگی هستیم. حضرت ابو هریره بالای ظرف گوشت گرفتند و خانه این مادر، این کمپیر آمدند، در را تق تق کردند. از داخل صدا شد. اونها دروازه را در حال نمیکشادند مثل امروز زنهای ما و شما. وقتی ما و شما صدا میدهیم، بعضی از زنهای ما و شما دروازه را کشادن، میشناسن نمیشناسن، دست دراز کرده سلام کردن میگیرن. اون خیل نبودن، اونا حیا داشتن، اونا از خدا میترسیدن، از پس دروازه صحبت میکردن. گفتن من ابو هریره هستم، مرا پیغمبر خدا یک اندازه گوشت داد برای فرزندهای تو روان کرد. این مادر گفتند، ابو هریره گفتند خدا تو را و پیغمبر خدا را رحمت کند. الحال ما غذای شام خوردیم، ما خوراک خوردیم، فرزندهای من الحال خواب هستند، دیگر احتیاج به این گوشت نداریم. میگوید این ابو هریره گفتند مادامی سیرم که باشین. مادر گفتند ابا فردا چیزی نداری؟ فردا چیزی نداری؟ برای فردا آیا ذخیره نمیکنی؟ مادر چی گفتند؟ گفتند ابو هریره پیام مرا با پیغمبر خدا برسان و بگو که اگر پیغمبر خدا کفیل شود که تا فردا من زنده میمانم، این صدقه را قبول میکنم، و الا اگر پیغمبر خدا کفیل نشود که من همراه این فرزندها تا فردا زنده میمانم، من این صدقه را قبول نمیکنم. ابو هریره گفت در پهلوی من یک همسایه هست که از من دیده محتاج تر است، و او برده برسان. همه اونا محتاج بودند، غمخواری در حق یکدیگر داشتند. این است تعلیم اسلام، این است غمخواری اسلام.
برای کسانی که امروز خداوند به آنها دولت داده است. دولتدارها را خداوند دولتشان باز هم زیاده بگرداند. دولتدار این شرف است. دولتدار بودن این گناه نیست. خوش به حال همون همسایه هایی که در پهلوی آدم های با دولت زندگی میکنند و چنان دولتدارهای هستند که در تمام پستی و بلندی این همسایه آگاه هستند، خبردار هستند. حضرت ابو قتاده میگوید بار میگه در بیابان بودم، بار در بیابان بودم، به ناگاه میگوید یک ندای شنیدم. ندای شنیدم که ابر بالای زمین فلانی رو و زمینش را سیراب بگردان. این ندا را شنیدم، حیران شدم. این ندای خداوندی به سوی این ابر بود و این ابر کجا می رود؟ از پی ابر رفتم به ناگاه در یک پارچه زمین میگوید باران خود خالی کرد و نگاه کردم که در داخلش یک مرد در دست یک بیل دارد و با همون زمین خود مشغول است. نزد او رفتم، سلام کردم. دانستم که خیلی آدم خداداد است. گفتم شما کی هستین و چه خدمت در راه خدا کردین که امروز من با گوشهای خود شنیدم که ابر بالای زمین فلانی رو و زمین او را سیراب بگردان. این یگان جای تعجبش نیست. امروز در یک گوشه زمین باران میبارد، در یک گوشه زمین باران نمیبارد. این ابر بالای زمین همین دوستی خدا بارید. این دوستی خدا گفت، ای برادر ابو قتاده گفت، این زمینی که من دارم گفت 3 وظیفه را اجرا میکند. یکم زراعتی ای را گفت، حاصل این زمین گفت یک قسمش را گفت برای خودم و فرزندهایم استفاده میکنم. یک قسم دیگری این گفت برای فقرا و مساکین همون دهه خودمان صرف میکنم. و سیوم این گفت کمی از گندم باقی میماند، این باز برای سال آینده در همین زمین کاریدن و ذخیره میکنم. برای آنی که حق فقرا جدا کردگی است، حق خودش جدا کردگی است و حق زمینم جدا کردگی است، خداوند ابر را سفارش میدهد که بالای زمین او رفته چیکار کن؟ سیراب بگردان. اگر برادرهایی که امروز خیر احسان هم داشته باشند تصور کنین که همون ابر رحمت خداوندی است. همین هم یک باور کنین یک تجارت است. همین شما یک میدین 700 از نزد خدا میگیرین، از این در تجارت بهترین وجود ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، در مسجد اعلان چیزی گم شده یا خرید و فروش یا خوراک خوردن چه حکم دارد؟ ما اینا در دوام صحبت نکردیم. اینم یکی از آدابهای مسجد است. اینم یکی از این در انتظام مسجد داخل می شود که پیغمبر خدا میگوید من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. پیغمبر خدا گفتند اگر در داخل مسجد کسی می درآید و میگوید گاوی من گم شده است یا اسب من گم شده است یا گوسفند من گم شده است، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ای قوم گفتند یک جای بگویند که لا ردها الله علیک، خدا اصلا مالت را نیابی. داخل مسجد گفته است پیغمبر خدا برای اعلان گاو و مال نیست. داخل مسجد برای ذکر خداست، برای تلاوت قرآن است، برای امر معروف است. اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فليقل لا اربح الله تجارتك. اینم حدیث پیغمبری خداست. اگر شما میشنوین در مسجد که یک برادر سودا دارد
یا یک برادر خرید دارد، یعنی یک مالی که در غایب است اون خرید سودا دارند، شما این مردم به اونها گویین که خدا در تجارت شما برکت ندهد. خوراکش مثل همین است. در داخل مسجد خوراک خوردن، سودا کردن، فروختن، چیزی گم شده را اعلان کردن، اینها جایز نیستند. در کتاب صوم در مختصر عباره هست، میگوید و یأکل و یشرب و ینام و یبیع و یشتری فیه بلا احضار المبیع لا غیره. صاحب مختصر گفتند کسانی که در مسجد نماز میخوانند حق ندارند که در داخل مسجد طعام خورند، حق ندارند که در داخل مسجد آب نوشند، حق ندارند که در داخل مسجد خواب کنند، حق ندارند که در داخل مسجد خرید کنند، حق ندارند که در داخل مسجد یگان مال را به فروش برارند، حق ندارند در داخل مسجد آن چیزی که فروخته می شود حاضرش کنند. همه اینها گفته است جایز است فقط برای آدم معتکف. همین لا غیره عباره که هست در همین تفسیر همین میگوید که برای آدمی که معتکف است جایز است که خواب کند، نوشد، خورد، حتی سودا و خریدش در داخل مسجد به حاضر کردن همان چیزی میفروختگی اجازت است. معتکف کی است؟ کسانی که دهه آخر در مسجدها آمده شب و روز میگذرانند. اینا در مردم ما و شما تا حال نآمده است. مردم ما و شما از این سنت تأکید شده پیغمبر خدا دور هستند. اینا را ما در ملک خارج دیدیم که هر یک آدم چگونه که حضرت عایشه میگوید که پیغمبر خدا دهه آخری رمضان که میشد بند ایزارش میبست. مقصد بند ایزار را بستن گفتگی پیغمبر چی بود؟ 10 روز آخر پیغمبر خدا در مسجد میگذرانید، شب و روز. قاعده‌اش همین است که هر کدام ما و شما دهه آخر در کمترینش 1 روز، اکثرش 10 روز باید که در مسجد آمده یک طرف مسجد محکم میکنیم با یک لطه و در داخلش جاگه خواب میپرتاییم. این سنت است. در همین داخل ما و شما خوراک آمدگی را میخوریم، آب آمدگی را مینوشیم. اگر یگان دکاندار باشیم خرید و فروش ما را در همین داخل میکنیم، خواب میکنیم. اینا برای آدم همون معتکف یعنی اعتکاف نشستگی سنت است. برای حاجت بیرون رفتنم برای این کس اجازت است. لیکن غیر معتکف حق ندارد که این عملها را در مسجد انجام دهد. البته من این یک مسئولیتی بود که به همه شما رسانیدم. کدامید که در کدام مسجد گپ میزنین، خوراک میخورین، آب مینوشین، خواب میکنین، چیکاری که میکنین الکی شنیدین شما در نزد خدا خودتان جواب خودتان را میدهید. البته در همه این عملها شما گناهگار میشوین. از اون نمازی که آمدین از فضیلتش هم برخوردار نمیشوین، از اون قدمهای زدگیتان هم ثواب هم نمیگیرین. یعنی آمدین دست خالی و با دست خالی باز به سوی خانه برگشتین اگر شما با این عملها چنگ زننده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشان حاجی میرزا، ما ایشان نیستیم. من از شما یک سوال دارم. من بامداد را میخوانم لکن باشد تا ساعت 8 خواب میکنم، نمازم قبول است یا نه؟ اکنون خواب کردن بعد بامدادم اینم از حساب ترک سنت میشود. زیرا قاعده همین است که وقتی ما و شما نماز بامداد با جماعت خواندیم تا برآمدن آفتاب دیگر باید ما و شما خواب نکنیم. باید ما و شما به کار خواجگی باشد، کار خواجگی داریمان وابسته شویم. اگر وقتهامان باشد به ذکرها مشغول شویم، به ذکرهایی که در بامداد داریم به اونها مشغول شویم. اگر قرآن خوان باشیم قرآن خوانی در مشغول شویم. اینا بهترین عمل بعد نماز بامداد برای شما هست. وقتی نماز بامداد خواندین خواب کردین این دم شما چکار میشوین؟ گناهگار میشین، ترک سنت میشوین. خواب نکردن بی نهایت بهتر است و خوبتر است و اینم برای شما یک برکت است.
السلام علیکم. داملای شیرین سخن حاجی میرزا مراد. سلامتی شما و اهل عائلتان را از خالق جهان طلبگارم. من آرزو داشتم که در یگان جمعه شما اشتراک کنم. امروز که خداوند این آرزوی مرا عملی گردانید، با اهل مسلمان ها در حقم دعای کنید که در من هستم. خداوند شما را نگه دارد. خدای مهربان این برادری که چند جمعه پیش از ما طلب کرده بود است، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند و تمام بیمارهایی که امروز طلبگار دعای ما و شما هستند، خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی. من یک دانشجو می باشم و در عین حال مخلص اشدی شما می باشم. یک چند روز پس برای داخل شدن به مکتب‌های عالی خارجی کشور امتحان می سپارم. از شما خواهش دارم که در حق ما دعای کنید که از این امتحان با موفقیت گذشتن را خدا نصیب ما گرداند. خوش به حال همه اون جوانهایی که امروز درس‌های مکتبی را با خوب و اعلا انجام می‌دهند و رفته در مملکت‌های چی خارجی چی داخلی ما و شما داخل می‌شوند. فردا آمده در بین ما و شما چی در کارهای داخله، چی در کارهای امنیت، چی در کارهای مثال طبابت مردم، دکتری و چی در غیر این کسب‌ها را انتخاب میکند و با این ملت مسلمان خدمت میکند. خوش به حال شد. باور کن من طرفدار همون جوانی هستم که در وقت درس خواند. برای درس شده شما امروز جمعه را ترک نکنند. آمده خلیفه جمعه نه نماز پیشی نخوانند، لکن در درس هاشون اشتراک کنند. درس دنیوی را در بهترین صورت آموزند تا که فردا اونها یک متخصص خوب شوند که وقتی امروز در حجره یکی از کارمندهای تاجیک ما و شما یا مسلمان ما و شما وقتی داخل میشوی، خواه بعد نصف روز باشد، خواه پیش از نصف روز باشد، باور کن وجودش بوی عرق میکند. عرق نوشیدگی است. وقتی آدم مسلمان پیش وی میرود، کجا مثال ما و شما را کار منبود میکند. وقتی آدم مسلمان